16 شهروند تاجیکستان که صبح 11 ینور از مولدووا برگشتند، ماموران حفظ حقوق در فرودگاه بین المللی دوشنبه با خود بردند. یک منبع در فرودگاه گفت آنها توسط هواپیما از استانبول آمدند. مقامات حفظ حقوق تاجیکستان درباره حادثه اظهار بیخبری میکنند. این در حالی است که نمایندگان وزارت کارهای داخلی مولدووا روز 11 ینور به رادیو آزادی گفتند 16 شهروند تاجیکستان با پایمال کردن قاعده های بود و باش متهم بودند و پس از دادن جریمه از کشور بیرون شدند. حالا معلوم نیست آنها در کجا هستند. چون به اطلاع منابع رادیو آزادی ظاهرا این افراد را در فرودگاه بین المللی دوشنبه نمایندگان حفظ قانون انتظار بودند و با خود بردند. به اطلاع آنها مقامات مسافرانی را که از مولدووا آمدند یک نام گرفتند. اولگا پوآلیلونگی رئیس بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مولدووا روز دوشنبه به جواب در مراجعه بخش مولدووی رادیو آزادی گفت 16 شهروند تاجیکستان برای نقض مقررات بود و باش مجازات شدند. به قول او شهروندان تاجیکستان دیروز با پول خود بلیت بازگشت خریده به وطن برگشتند. در شرح بیشتر خبر میخائیل وات نماینده دیگر بیوروی مهاجرت و پناهندگی نزد وزارت کارهای داخلی مولدووا گفت همه شهروندان تاجیکستان روز 10 ینور خاک کشینیوف را ترک کردند. آنها نخواستند درباره مقصد سفرشان خبر دهند. فکر نکنم اینجا گپ در سر مهاجرت غیر قانونی است. آنها بلیط را با پول خود خریده همچنین جریمه را پرداخت کردند، هر کدام 90 دلاری. وات گفت در قضیه شهروندان تاجیکستان هیچ انگیزه سیاسی را نمی بیند و افزود به مولدووا شهروندان تاجیکستان زیاد نمیآیند. روز دوشنبه یک کارمند فرودگاه بین المللی دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت وقتی مسافران هواپیمای استانبول دوشنبه از مرز میگذشتند کارمندان ریاست سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی بر اساس یک رویخط چند نفر را گرفتند و به اتاق دیگر بردند. منبع ادعا کرد که پس از یک مدت آنها را از اتاق بیرون برده و از بینای فرودگاه خارج شدند. افراد شاهد صحنه همان لحظه گمان کردند که شاید آنها گمانبر به کدام جنایتی هستند، ولی ظاهرا برای خود برگشته ها از مولدووا نیز این حالت ناگهانی بود. وی افزود وقتی شخصان بازداشت شده از کارمندان ریاست مرزبانی پرسیدند که ما را به کجا میبرید، چه کار کردیم، در پاسخ گفتند که درباره شما بر وقت خبر رسیده است، در اداره صحبت میکنیم. تلاش رادیو آزادی برای گرفتن جزئیات حادثه و سرنوشت شهروندان برگشته از مولدووا تا این دم نتیجه نداد. مقامات حفظ حقوق درباره حادثه اظهار بیخبری میکنند. بر اساس سازشنامه حکومت‌های مولدووا و تاجیکستان از سال 2019 شهروندان دو کشور حق دارند در قلمرو یکدیگر بی ویزا 90 روز بایستند.